سلام. این هفته در یک آفساید متفاوت در خدمت شما هستیم برای بررسی فاجعه‌ای به اسم کرونا. ضمن همدردی با همه هموطنانی که با این ویروس درگیر شدند و یا عزیزانشون رو از دست دادند، میخوایم در این برنامه این سوالات رو زیر ذره بین بگیریم که کرونا چطور وارد ایران شد؟ آیا میشد در برابر کرونا کاری کرد؟ و چه کسی باید در برابر این فاجعه پاسخگو باشه؟ تلویزیون آخوندی مدعیه که اصلاً کرونا مشکل بزرگی نیست و جوی که به وجود اومده فقط به خاطر فیک نیوزیه که در فضای مجازی منتشر شده. ما یه سری منابعی داریم که حالا یا از سلوله‌های منافقین است یا هر کجای دیگه، اینا مداوما اطلاعات دروغ منتشر میکنن. موضوع زمانی قابل تحمل میشه که پلیس عنوان میکنه رد انتشار برخی از اخبار دروغ، اونم از نوع وسیع و گسترش دهندش در خارج از کشور دیده شده. الان سایت آلبانی و منافقین تو لیبرتی تو آلبانی یکی از کانون‌های فعال تو این حوزه است برای تولید و منتشر کردن شایعات، هم این حوزه هم و در اتفاقهای قبلی. حالا ببینیم که مشکل کرونا به خاطر شایعات و اخبار دشمنان نظام به وجود اومده یا مشکل در جای دیگه ای است. خب بذارید از اینجا شروع کنیم. سوال اولی که به وجود میاد اینه که چرا ایران رکورددار بیشترین آمار قربانیان کرونا بعد از چین شد؟ این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. بله، این یه حادثه بود، یعنی یه تصادف، یعنی انگار که دستت بخوره یه لیوان بیفته بشکنه. ها؟ یه نگاه به نقشه میندازیم. ایران همسایه دیوار به دیوار چین نیست که مثلا بگیم ویروس رو باد آورده یا با بارون اومده و اینا. چند هزار کیلومتر با مرکز انتشار ویروس فاصله داره. خود ویروس هم که بال نداره بپره بیاد، پس یکی اونو برداشته آورده. از مسیر دریا اگر میخواست بیاد که تو راه علائمش بیرون میزد. از مسیر خشکی اگر میخواست بیاد، کشورهای بین ایران و چین هم باید قبلش میگرفتن و اونم باز طول میکشید. پس بیشترین احتمال ورود ویروس به کشور از طریق فرودگاه ها بوده. تو توی فرودگاه چیکار کردی؟ همه کشورها همون هفته اول پروازهاشون رو از چین و به چین متوقف کردن. ولی شما چی؟ بله، شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به سپاه تا همین هفته داره به پروازهاش ادامه میده. و تو سایت فلایت رادار هم همه پروازهاش ثبت شده. نه تنها پروازهای مستقیم خودش به چین ادامه داشته، بلکه حتی با مسافرای چینی جامونده در کشورهای دیگه هم کاسبی میکرده. سلام، فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینیمون کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز. مرسی. حالا چرا این کارو کرده؟ چون شرکت ماهان به دلیل خدماتش به سپاه و رسوندن سلاح و تروریست به سوریه تحریم شده و دیگه پروازهاش به اروپا بسیار محدود شده. به همین خاطر به این فکر افتاده که توی این شرایط با پروازهای چین کاسبی کنه، اون هم به قیمت آوردن ویروس کرونا به ایران و به خطر انداختن جان ملت. یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یعنی وقاحت جلوی این چهارزانو دستیرچونه نشسته فقط به این زل زده. فاجعه به این بزرگی شد یک مسئله گذرا. کی این مسئله رو ایجاد کرد؟ ببین، همه دنیا همین مسئله رو جدی گرفتن، همون اول کار تو فرودگاهاشون اقدامات پیشگیرانه انجام دادن. نگاه کن. Taking a place at Hamad International Airport for all passengers coming to Doha. If the screening process identify a passenger showing clear sign and symptom of novel coronavirus, they are then assessed thoroughly by medical team at Hamad International Airport Clinic.
ببین کشورهای دیگه دوربین‌های حرارتی گذاشتن که در ابعاد ماکرو تب‌سنجی کنند. گیت‌ها رو جدا کردند. تیم پزشکی مستقر کردند. با سوالاتی از مسافرین دنبال علائم کرونا میگشتند. بعد شما چیکار کردید؟ در ایران گرچه تا حالا مورد مشکوکی از این بیماری دیده نشده، اما گروه‌های ویژه بهداشت و درمان در فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی کشور در آمادگی کامل هستند. بعد تازه معلوم شد که همین هم نمایشی بوده. فقط برای اخبارشون میخواستن فیلم درست کنن. ویدئویی منتشر شد از یک فرودگاه امام. بله که اونجا مسافران رو یه دماسنج میذاشتن اونجا و میدیدن و اینا. خواستم ببینم چجوریه این صحت این کلیپو شما تایید میکنید؟ نه اون که یه خانمی چادر سرش فلان اینا. بله. ما اصلا خانم چادری نداریم کلا. اون اصلا ما کارکن خود فرودگاه بودن، منظور که همه لباس فرم دارن. خب اینا جز کارکنان فرودگاه بودن، میخواستن یه کلیپ آماده کنن برای خبرگزاری و اینا. متوجهی؟ اومده بودن یکی از همکار خودشون اومده بودن این دستگاه رو تفسنجا رو گرفته بودن، از ورودی مسافرین مورد نمادین داشتن کار میکردن. ببین آقای حادثه که میگفتی تو همه کشورها این حادثه رخ داده، همه جا از همون اول بهمن پروازها رو کنسل کردن، اقدامات شدید پیشگیری در فرودگاه شروع کردن. ولی شما هیچ کدوم از اینا رو که نکردی، تازه 24 بهمن اومدی وضعیت سفید اعلام کردی. کرونا تلفاتش تو این چند روزه چند برابر شده؟ 2 برابر فکر کنم. خدا رو شکر در کشورمون موردی همچنان مشاهده نشده. من یه اطلاعیه هم دیدم شما وضعیت سفید اعلام کرده بودید. آخرین وضعیت کرونا هم بفرمایید. خب از زمان شروع در واقع توسعه اپیدمی کرونا ما جلسه قرارگاه پدافند زیستی کشور رو که مصوب بود رو مجدد فعال کردیم، دعوت کردیم همه عناصر زیر ابزار وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی، نیروی انتظامی، سپاه و بخش‌های حوزه ژنتیک، آزمایشگاهی و هر بخشی که توی این موضوع نزدیک 22 رده رو دعوت کردیم و دنبال کردیم. جنبندیمون این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده‌ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به لحاظ روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده. پس ببین همه ارگان‌های حکومتی جمع شدن که معلوم نیست این وسط سپاه و انتظامی چه ربطی دارن به کرونا. بعد نتیجه گرفتی که وضعیت رو سفید سازی کنی، در حالی که در همون ایام کلی تصویر توی مجازی پخش میشد که نشون میداد علائم کرونا تو جاهای مختلف ایران دیده شده و اینقدر این تصاویر زیاد بود که حتی از رسانه‌های حکومتی هم سر در آورد. اینهاش مرگ یک زن مشکوک به کرونا کی؟ دوشنبه 21 بهمن. البته این خبر رو همون روزی که منتشر کردن تکذیب هم کردن، اما یک هفته بعد در 30 بهمن مجبور شدن به فوت 2 نفر بر اثر کرونا در قم اعتراف کنند. امروز مشخص شد که 2 مورد از نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر کرونا ویروس در آزمایشات اولیه مثبت است و متأسفانه هر 2 مورد هم فوت کردند. حالا سوال اینه، این که بر اثر کرونا فوت کرده همون روز که ویروس نگرفته، حتما قبلش علائمی داشته. چرا قبلش اعلام نکردید که کرونا وجود داشته؟ بیماری توجه کنید که اولا بیماری جدیدیه، بالاخره رفتاراش متفاوته. یک کیت تشخیصی آزمایشگاهی این بیماری که بگیم قطعاً کووید 19 8 روز تولید شده یا وارد ایران شده؟ 8 روز تو کل جهان در دسترسه. ما از ژنو هم 50 تاشو دستی آوردیم، الان 6000 تا داریم. یعنی کسی از 10 روز قبل میگفت که کسی کووید داره غیر چین خصوصا اصلا مستند نبود. یعنی تو همه کشورهای دیگه که افرادی با علائم کرونا رو قرنطینه می‌کردن، مثل ژاپن که اون کشتیه رو قرنطینه کردن، داشتن غیر مستند کار می‌کردن. فقط اینا درست کار کردن، چون تا قبلش اصلا کیت آزمایش کرونا نبوده. حضرت چاخان نگاه کن، از 1 ماه قبل محققین اولین کیت تشخیص کرونای جدید رو تولید کردن، نه یکی، هم تو آلمان هم تو چین. پس با بهانه نبود کیت آزمایشی هم نمیتونی خودت رو در ببری. حالا تو دیگه قبول کردی که 2 نفر بر اثر کرونا فوت کردن، به جای اینکه آژیر بکشی، به مردم هشدار بدی، قرنطینه بکنی،
چون یک روز قبل از نمایش انتخاباته میای تبلیغ میکنی که ملت تو قم برن خیابونگردی و خرید عید. از بسته شدن عوارضی قم تهران تا پناه بردن مردم به خانه ها، شایعه های داغ فضای مجازی. اما واقعا در قم چه خبره؟ بارون دلچسب و هوای دلانگیزی که باعث شد خیلی از مردم از قدم زدن توی این هوای دلچسب نگذرن. شایعات فراوان فضای مجازی در خصوص ویروس کرونا و اینطور مسائل باعث نشده بود تا خیلی از کاسبا دست از کارشون بکشن یا مردم نرن و خرید نکنن و کاراشون رو انجام ندن. بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شهرم خیلی اوکی، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. من رفتم بانک الان کارت بانکیمو عوض کنم اومدم من برم باز. تاثیر این شایعات قرار نگرفت؟ نه خب حالا آخه اینجوری که دیگه فکر کنم این فشار روانی و اون فضای عصبی بدتر از اصل خود کرونا است فکر کنم. آره من فکر میکنم ما باید به شکل عادی کارمون انجام بدیم. نه خیلی من مشکلی نمیبینم. همین گزارش خودش یک سند جرمه. تو داری مردم رو ترغیب میکنی کجا برن؟ تو مگه منشأ بیماری رو پیدا کردی؟ همون 2 نفرم که فوت کردن بعد از مرگشون تازه تست گرفتی. مگه میدونی که اصلا اینا کجاها بودن کجا رفتن؟ بعد همینجوری ملت پاشید بیایید قم، اینا همه شایعه است. چرا؟ چون فرداش انتخابات داریم. حالا همه صداشون در اومده میگن حداقل اماکن عمومی رو توی قم ببندید، حرم حضرت معصومه رو ببندید، تجمعات شکل نگیره. بعد امام جمعه قم وایساده میگه نه، ما این حرم مقدس را دارالشفا می‌دانیم. دارالشفا یعنی مردم از امراض شفا می‌گیرند. بنابراین باید اینجا باز باشه، باید با قوت مردم بریم. البته ما احتیاط را هم شرط می‌دانیم. مسائل بهداشتی رعایت می‌کنیم. والسلام علیکم. تو اگر می‌خواستی مسائل بهداشتی رو رعایت کنی باید تو فرودگاه می‌کردی. توی حرم که جمعیت داره میاد و میره کدوم مسئله بهداشتی رو میخوای رعایت کنی؟ حالا روی زمین داره ویروس تو شهر قم گسترش پیدا میکنه، اما تو تلویزیون آخوندی افتادن توی خط دروغ درمانی. مقامات نظام یکی یکی میگن نه اوضاع خیلی خوبه، نگران نباشید. نفر اول بهداشت و درمان ایران به مردم اطمینان میدهد فرایند مبارزه با کرونا خوب پیش میرود. نه هراسند. خوشبختانه مواردی که در قم بستری بودند تعداد قابل توجهشون دارن به سمت بهبودی میرن، تعدادی دارن به سمت ترخیص از بیمارستان میرن. یک موردی که در عراق داشتیم خوشبختانه هر روز داره بهتر از دیروز میشه وضعیتش. بله حالا که دیگه انتخابات تموم شد و ویروس همه جا منتشر شده، افتادن تو خط تقلیلگرایی یا مینیمیزه کردن یا همون ایشالله گربه است. بعد اون یارو جلالی بود که یه هفته قبلش وضعیت سفید اعلام کرده بود. اون اومده میگه نه تنها وضع خوبه بلکه اصلا ویروس کرونا اقتصادیه. ما حتی از 3 روز گذشتم آمار مبتلایانمون افزایش پیدا نکرده تو حتی شهر قم و یه کنترلی هم داره انجام میشه. به نظرم الان حداقل تو وضع آمارها نشون میده که تو وضع ثبات هست. ممکنه که یک حمله زیستی با اهداف اقتصادی توسط امریکایی‌ها علیه اقتصاد چین انجام شده باشه که با توجه به بعضی از تغییرات رشته و عملیات جنگ روانی و رسانه‌ای که این 3 عنصر رو با هم تفکیک میکنه، این گرمان سوم یه مقدار بیشتر تقویت میشه. یعنی با این میزان شعور کل پدافند غیر عامل کشور رو دادن دست این. حالا روحانی هم دیگه بدتر از این مدعی بود که کرونا توطئه دشمنه و به خاطر همین هیچ کار و فعالیتی نباید تعطیل بشه. همه باید کار کنیم و فعالیت بکنیم و این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. بنابراین از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور. این شنبه که میگه فکر نکنید شنبه یه ماه دیگر رو میگه ها. منظورش همون اولین شنبه یعنی 10 اسفنده. اینقدر این یارو تو عالم هپرو توهم زده بود که حتی تو تلویزیون ولایت هم بهش گفتن بیا بیرون پیاده شو با هم بریم.
یه کارهای عجیب غریبی میکنن، مثلا مدرسه رو تعطیل میکنن، بعد دوباره میان میگن که از شنبه همه چی برمیگرده به روال عادی. خب تو کار اول آدم میگه مدرسه رفتن یعنی انتقال آلودگی که تعطیلش کردن، بعد میان میگن شنبه انگار کرونا مثلا اینجا یه دوره تفریحی داشته، از شنبه میخواد بره خونهشون. چیکار میکنن؟ ما نفهمیدیم. قابل پیش بینی نیست که مثلا بگیم شنبه همه چی تموم میشه و همه چی عادی میشه. این واقعا نمیشه گفت همین چیزی. حالا تو روزهایی که هر روز داره آمار کرونا افزایش پیدا میکنه، شما اگر شب اخبار تلویزیون آخوندی رو ببینید احساس میکنید که کرونا تو ایران تموم شده، همه هم خوشحالن که آدم اگر کرونا نگرفته باشه فکر میکنه چیزی از دست داده. و البته امروز بیمارستان بقیت الله بیشترین رکورد در ترخیص بیماران مبتلا به کرونا رو هم داشت. یعنی امروز شما بیشترین بهبودی داشتیم. واقعا دمشون گرم. ببینید این یه فرد بیمار بهبودی یافته کرونایی داره این موضوع رو میگه که راحت هم داره به خونه‌ش. آقا شما فردا صبح خونه‌ای. سلامت باشید. دیگه زیر 40 و اینا نمیدونم ترس نباید باشه. آخه الان تو فضای مجازی خیلی دارن شایعه سازی و متاسفانه هست. آقا یه دفعه غافلگیر شد. ما غافلگیر شدیم. و البته این کادر پزشکی و پرستاری با پیام رهبری حسابی دلگرم شده بودن. همه این گزارش رو درست کرده که آخرش حاصل تلاش دکترهای ایرانی رو بریزه تو جیب کی؟ آقاش. یعنی اگر آقا پیام نمیداد علم از سر دکترها میپرید دق میکردن. حالا توی ایران همه چی رو گل بلبل نشون میدن، اما تو همین بخش خبری چند دقیقه بعد که اخبار سایر کشورها میرسه اینطوری گزارش میکنن. به غیر از چین حدود 60 کشور جهان تاکنون درگیر کرونا شدند. در کره جنوبی شمار مبتلایان به 3150 نفر افزایش یافته. در ژاپن مدارس رو 1 ماه تعطیل کردند. در فرانسه 73 نفر آلوده به کرونا شدند و سرعت شیوع به حدی بالا رفته که وزارت بهداشت از ورود به مرحله دوم اپیدمی خبر داده. نگرانی از شیوع بیشتر کرونا در فرانسه ماسک و ژل ضد عفونی رو نایاب کرده و این اتفاق در سوئیس هم افتاده. اما در ایتالیا که بیشترین آسیب را از این ویروس در بین کشورهای اروپایی دیده، 4 نفر دیگه به شمار جانباختگان اضافه شدند. به عقیده کارشناسان امکانات سنجشی ضعیف در برخی کشورها و همچنین نگرانی برخی کشورها از منتشر کردن آمار واقعی مبتلایان کرونا باعث شده آمارها قطره چکانی رسانیده بشه. بله، تو ژاپن بدبخت شدن، تو سوئیس قحطی اومده، تو ایتالیا همه جا رو قرنطینه کردن. آمریکایی که اصلا 2 تا شهرشون همه مردن خودشون خبر ندارن، دارن آمار رو قطره چکونی میدن. بعد جالبه سوالشون شده که چرا به ما میگی دروغگو؟ من گاهی اوقات تو مردم بهم میگن که صراحت میگن آقا شما چرا اینقدر دروغ میگین؟ اما تو همین فضای مجازی ما پر از فیک نیوز یا خبر جعلیه و مردم جالبه خبر جعلی رو به نماد آزادی و خبر رها میپذیرن، اما خبر مستند شما رو با سوء ظن نگاه میکنن. مشکل شما این مشکل فضای اجتماعیه. مشکل کجاست؟ مشکل چوپان دروغگوه که هر ایرانی توی دبستان با داستانش آشنا شده. مشکل اینه که شما باید پیشگیری میکردی که نکردی، باید هشدار میدادی که ندادی، باید ایزوله میکردی که نکردی، باید اطلاع رسانی میکردی که نکردی. هنوزم یک آمار درست نمیدی، بعد می جست فعال حقوق بشر دموکرات میگیری. یه موقع قرنطینه منظور است اونی که در ووهان و بعضی شهرهای دیگه چین انجام شد، یه برخورد نظامی، هیچکس خارج نمیشه. بعضی از خانه ها که فرد مبتلا هست خونه مهر و پلم میشه، فقط دولت غذا رو میاره از پنجره میده، تو خونه میمونن. این بالاخره یه فرهنگی که ممکنه اونجا انجام بشه. یه جوری میگه تو چین برخورد نظامی میکنن و اون فرهنگی که اونجا انجام میشه که انگار خودشون 100 ساله که دست به سلاح نزدن و فقط گل و شیرینی به مردم تعارف کردن. بابا شما همونایی هستین که وقتی سال روز کوروش میرسه مقبره کوروش رو با 2 تا لشکر سپاه قرنطینه میکنید. وقتی تو ماهشهر یک مورد اعتراض صورت میگیره سریع با دوشگاه نفربر شهر رو قرنطینه میکنید. تو دیگه برای ما افه حقوق بشری نیا که اصلا به سایز دهنت نمیخوره. مشکل حکومت شما اینه که نظامتون یک نظام امنیتیه که ساخته شده فقط برای سرکوب، کار دیگه بلد نیستید بکنید.
آخه کجای دنیا برای مقابله با یک ویروس یگان سرکوب تشکیل میدن؟ این چیه؟ با این ماشین سرکوب میرن به جنگ کرونا؟ یه عمر رفتی سرمایه مملکت رو خرج ادوات سرکوب کردی، اون وقت روز روزش دستت خالیه. اینجا میدون راهن تهران. بعد تصادف هم کرده، زده ماشین. خودشون هم قبول دارن عملیات‌های دیگه‌شون سرکوب بوده، الان اومدن کرونا رو سرکوب کنن، تا متاسفانه زدن ماشین رو سرویس کردن. وضع طوریه که برای درمان بیماری و رسیدگی به بیماران امکانات کافی ندارن، ولی برای دستگیری و ردیابی هر کسی که اطلاعاتی از این بیماری منتشر کنه پیچیده ترین و بروزترین امکانات دنیا رو دارن و فتامتاشون هم آماده است. اما شایعه سازها همچنان روی اعصاب مردمند. آنها که تخصص پزشکی ندارند اما راه معروف شدن مجازی را خوب بلدند. با این حال پلیس فتا حواسش هست. بالغ بر 30 پرونده در این رابطه تشکیل شده و تاکنون دستگیری‌هایی در استان‌های کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی داشتیم. واقعیت اینه که ویروس کرونا قدرت تخریبش هر چقدر که باشه، چون در نظامی وارد شده که ویروس ولایت بهش حکومت میکنه، قدرت تخریبش به یک فاجعه تبدیل میشه. چرا؟ چون توی این نظام ولی فقیهش به این فاجعه اینطور نگاه میکنه. اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود. این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره. چی قضیه رخت بر میبندد و میرود؟ مگه باد و بارونی که بیاد و بره؟ تو همین مدت که تو توی کتابخونه‌ات در امن و امان چنبات میزدی، روزانه جون مردم ایران داره از دست میره. الان شما باید جواب بدید که چرا کاری نکردید؟ چرا پیشگیری نکردید؟ چرا پنهانکاری کردید؟ کرونا نباید تبدیل بشه به سلاح و اسلحه دشمنان ما. آمریکایی‌ها و دشمنان ما در طول این مدت با تحریمشون، با تبلیغشون همواره خواستن در این کشور تولید بخوابه، فعالیت اقتصادی بخوابه. خب حالا این مسئله ویروس یک بهانه جدیدی دست معاندین نشه که این باعث بشه کار، فعالیت، تولید. نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام اضطراب و ترس فوق‌العاده. این یه توطئه‌ای است که ما امروز می‌بینیم توی هم تبلیغات خارجی هم شما می‌بینید. وقتی میگیم ویروس ولایت خطرناکتر از کروناست، یعنی از یه همچین موجودی داریم صحبت می‌کنیم، چون حاضره خسارت انسانی رو بپذیره تا یه وقت هزینه اقتصادی متحمل نشه. در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن. تو شفافیتتون چشم همه رو در آورد. همه جا اول آمار مبتلا شده ها رو میگن، بعد به فوت شده ها میرسن. شما اول آمار فوت شدگان دادید، بعد میگی کرونا اومده. بعد آقای شفافیت، تو هنوز آمار شهدای آبان رو ندادی، جعبه سیاه هواپیمایی که زدی رو ندادی، تو سیرک انتخاباتت آمار شهر به شهر ندادی، تو همین قضیه کرونا یه آمار واقعی نمیدی، بعد پوز شفافیت میدی. آقای دیکتاتور، این بحران هایی که اومده رفتنی نیست. اگر قرار باشه بره، خودت هم باهاش میری. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.